از جوهر حامله‌داری خود. صنعی به شرط و شروطش ممکن است. برای همین علما هرگز حامله‌داری صنعی را مطلق جایز است یا جایز نیست نگفتند، بلکه گفتن این مسئله شرح دارد، تفصیلات دارد. مثلا یکی از تفصیلات این که انا همون آبی که به بچه‌دان زن گذاشته می شود از خودی شوهرش باشد، آبی حلال باشد. اگر این زن، یک زن اگر شوهر نداشته باشد و از آب مردهای بیگانه فرزند داشت، این 100% حرام است، که از گناههای بدترین است. اما از کمری یکم شرط آب از شوهرش باشد، آب منی از شوهرش. یکم شرط. شرط دوم، دکترها، طبیب‌هایی که به ان همین کار مشغول است صادق و امانتدار باشند. یعنی شما باوری کرده توانید، یعنی مسلمان ها باشد که شما را بله از شوهر خودت گرفتیم گفته هاپ الده کرده دیگر آب نزن، زیرا که در بین کفار این خیلی زیاد است. دکترها حتی زن شوهر فریب میتند، میگن بیا ما یک یاردم میکنیم خانواده زندگیش ناتی نشود. چقدر از جوانهای خوشرو از شوهرش میگیم دیگه آبی مرد میزن. البته که این حرام است. برای همین ای باید دکترهای مسلمان این کار کند که دکترهای مسلمانی که از الله میترسد و پیش از این کار شروع کردن شما باید به اونها در مسئله امانت سخت صحبت کنید. نشود که آبی مرد بیگانه به یک زن انداخته شود که این والعیاذ بالله فرزند بیگانه. خیلی کار حرام است. در حالتی به وجود آمدن همین دو شرط بله درست